تا از خواب برکش. دادا جان وطن کجا؟ معلم پرسید ندانستیم. وطن بچم جایی که ما تولد شدیم کلان میشویم، اما برای ما تمامی تاجیکستان وطن است. دویدیم. تاجیکستان کلان است دادا جان؟ بله کلان، خیلی کلان. بچم این کمپ در خدمت باید 50 تا بروسنی. من مایده که پدر جان خدمت با قوت میشوم. البته پسرم کنی باز یک بار دیگر. پدر جان برای چه ما باید به خدمت رویم؟ برای حمایت وطن. از کی؟ از دشمن. این قرض بچم. شما خدمت کردگی می؟ البته پسرم من خدمت کردگی، عمکت خدمت کردگی، بابایت خدمت کردگی و تو هم خدمت میکنی. کنی باز یک بار دیگر. پدر جان که خدمت روم بعد مردک میشوم. البته بچم. پسرم باید خدمت کردگی. مادرت گیره میکند، پسرم خدمت نکنه. دوره ما کسی خدمت نمیکرد دختر نمیداد. برای پسرها دعوتنامه می آید برای خدمت وطن. برای دخترها باشد خواستگارها می آید. فهمیدی؟ وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من. سلام دیگران را نبین، خودت را گوی. بین خدمت نکردگاه سرسان گشتن. سلام میمونی که اون کسی بیگانه آمد که زنه وطن هم مثل کنی ماست. وطن را حفظی مایه باید. محبت وطن و خدمت به آن را از زمان کودکی به دل فرزندانتان جای کنید، زیرا وطن مقدس است.